کجایی؟ ترمینال. میریم بالاخره با فری رد میشه میرم اونجا. دیشب همین مسیر رو نفر 200,000 تومن خواست ما رو ببره، بعد اون اتفاقاتش میفته. الان با 180,000 تومن. جوت اون پایین انداز. آره بس دیگه یه چند تا مسافر دیگه زد به اضافه یه سری چند با این ونه استاده الان برای نماز کنیم معبده. بعد این آقا معبدی اومده با گچ مقدس داره پیشونی اینا سوید پوستا گچ مقدس میچسبونه. یه سری خوراکی و غذا هم می آوردن میفروشن، آب مقدس هم میپاشن روی مسافر. حاجی خور تمیز نیست اون، نخور مرد. چه؟ که؟ و گل و مول و اینا هم تو اون بشقابشون هست، برمیدارن فرو میکنن فروتر. بعد بره تو بعد 3 روز بالاخره رسیدیم، مستقر شدیم از اون روزی که از خونه را افتادیم. الان قشنگ شد 3 روز دیگه. این وعده غذایی که خوردیم صبحونه رو اگه حساب کنیم، خواستم بگم دیروز نهار بود. نه صبحونه بود. با خودمون بارونای بلند هم آوردیم، نیازهای اولیه انسانی. غذا چیز پیدا کنیم بخوریم. خیلی خوب میزنن. آقا داره تو تیک تاک لایو استریم میکنه همزمان. انقدر گرسنه‌ام میتونم برم ساسشون رو گاز بزنم بخورم. بعد این سس آورد که امتحان کنیم نظر بدیم، گفت اصلا تام نیست، 3 نفر میتونن بمیرن با خوردن این. غذای دوم یه چیزیه که نمیدونم چیه، یادم رفت. تمپه داره، یه مرغی داره که روش بکنم کوکونات میکنم. بخیر. توست تخم مرغ داریم. اینو یادم رفته چیه ولی شکل پاپایا است. پاپایا، هندونه، ملون، آناناس، بانانا کیک. بانانم همینم. یه دونه قهوه خیلی ضعیف قهوه داریم. چیزه فریز درایه. این هم اگه براتون سواله. آها با چوب میزنم. ببین چنده؟ قیمت بگیرم؟ نه باید برم سر کار. نه نازمیش موز داره. فکر موز داره. موز
زیاده؟ با آب سرد میخواد بیاره. آره یادم رفت. میرم الان برمیدارم. روستد چیک بی یعنی چی میتونه توش باشه؟ امتحان کرد. اینا نخود چیه؟ بله همون نخودچی نوستادی که تحبیری واقعا نخود کشمیشه. بهترین خریدمونه. ما قرار روزمون به هدر بده ولی با زیرکی که داشتیم اومده به آبشاری با 2 یورو. زیرکی که این گلایی که تو هلند هر کوچولوشو 20 یورو بهمون میفروشن و اینجا بغل خیابون در میاد. بعد بنده خدا راننده مسیر عجیبی اومد. ما هم گفتیم حاجی واسا 2 ساعت ما برمیگردیم. نیم ساعت راه طولانی داغون سنگ فرش. راننده اومد بعد ما بهش گفتیم که 2 ساعت هم برامون واستا. گفت باشه. آره همین راحتی. من گفتم قبول. امروز رو زنده کردیم. اینجا جیگره. ساعت 5 صبح. ما 4:30 پا شدیم. من با همون لباسی که خوابیدم اومدم. بعد به اون صبحونه هم دادم. بهمون یک عالم میوه چقدر داده بهمون. الان قراره که از اینجا بریم به ملنگ و یه 7 ساعت راه توی قطار اکونومیشون. نفری 4 یورو. نه استیشنه. استیشنشون تمیزه خدایی. آره. اینجوری نمیشه. از چیز ما بهتره، از شهر ما بهتره. کجا رو زدن؟ هر لحظه پا شمشونش به در بیاد. نصفشون آرده فقط نصفشون مغزمون رو جوید. رسیدیم. از اینجایی که خونه‌ای که گرفتیم راننده‌اش اومد دنبالمون. بعد ما داره میبره. پولم گرفتیم چون بالا بریم دسترسی نداریم به هیچ. من خیلی انتظارتم بالا. ما از امروز دوشنبه است، از 4شنبه هفته پیش ما راه افتادیم و اسم کنم تمام مدت تو راه بودیم. منو یه چیز پشه دنگی زده. آره اینا کشتمش. یه پشه دارن اینا بهش میگن ایژین تایگر و تب دنگی بهت میده اگه خود پشه اون ویروس باکتری چیز داشته باشه. آمده زد. آره دید داشت میزه با همزم کشتم خونش پاشه. آره حالا 5-6 روز صبر میکنیم. آره فعلا که چیزی گوشنه. آره منم یه 7-8 تا زدم ولی پشه خونگی زد. که من از این شهر دارم میبینم اینه که خیلی تمیزتر و ملایم‌تره از بادی و خیلی هم مسلمان‌تر. آره یه وارد اسلام شد. آره آقای راننده ما رو برد میوه فروشی. این همه میوه داریم. این هم میوه 1 یورو 300. فکر کنم یه دونه از اونا رو این قیمت بهت میدادن. اون مثلا پاپایا اینام نه، اون جک فروت کوچولو. آووکادو 1 و 3. یه دونه آووکادو بهت میدادن.
وارد خونه بریم من یه اتاق همون داره شده من بریم اتاق بریم هر صندلی گشت باید کن چه خفنه خود جنگله آره نایس